یه بازپرس کاربلد اول تحقیق میکنه بعد انجام میده. انجام نمیده بعد عذرخواهی کنه. شما با خواهرزنت محرمی که باش میپری تو استخر؟ آقا ما همه زن و شوهر محرمیم. آقا من یه عمر اونجا دارم باغ اجاره میدم. اروا خاک آقام اینجوریشو ندیده بودن. شما اون شب مشروبات الکلی مصرف کرده بودید؟ آقا این حرفا از خودشون پرسیدم. نشناختین؟ آقای مهندس صادقی هستن شهردار. من استخر میرم میگم چیکار کردم. بسو نیستم بیام اینجا برادر حرو میکنم. برادر من شرعیش این بود که اول عقد میکردید بعد رابطه برقرار میکردید. بابا حالا پدر مادرش غلطی کردن. بچه که گناهی نکردید. هر 6 تاتون رو با هم میکشن بالا، نه دونه دونه. 6 جفت با بالا اینجوری جون میدید. من نمیخوام آبرون بیفته دست مردم. من میدونم پسرم گوه زیادی خورده. من یه ثانیه نمیذارم. پدر من از خود شهر نکن. علفزار نکن برادر من، تو رو ابوالفضل نکن. این رسانه ایش مثل بمب صدا میکنه. تهیه کننده بهرام رادان، نویسنده و کارگردان کاظم دانشی.